ای هم میهن، دیروز بهارمان به غارت بردند، مگذار که فردای تو دیروز کنند. در این برهه تاریخی که رژیم ایرانسوز و ایرانی ستیز جمهوری اسلامی در تدارک اجرای نمایشنامه انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری در ایران است، بر همه ما ایرانیاران است تا تاریخ ساز فردا باشیم و برای رسیدن به حاکمیت ملی بر پایه اصول حقوق بشر و آزادگی دست در دست یکدیگر نهیم و خواست مشترکمان را، حق انتخابات آزاد را در مسیر آشتی ملی برای رسیدن به آزادی، امنیت و رفاه برای هر ایرانی به گوش جهانیان برسانیم. به همین انگیزه سازمان آشتی ملی هماهنگ با دیگر گروه‌ها و سازمان‌های ملی شما را به شرکت در تظاهراتی ملی فرا می‌خواند که از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز شنبه 8 ژوئن در مقابل ساختمان فدرال لس آنجلس گرد هم آییم و ضمن محکوم کردن انتخابات رژیم اسلامی در ایران خواهان توجه جهانیان به خواست مشروع ملت ایران، یعنی یک حکومت ملی و سکولار و قانونمند گردیم و بر حمایت خویش از شورای ملی ایران تأکید کنیم. همزمان ایرانیاران در اروپا در مقابل ساختمان پارلمان اروپا و در استرالیا و دیگر پایتخت‌های جهان در مقابل سفارت رژیم اسلامی تظاهرات مشابهی برپا خواهند داشت. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران.